مارکت ریس، مسابقه مارکت به زودی. در یکی از مشهورترین دانشگاه‌های جهان هستم، دانشگاه استنفورد. اگرچه درس آغاز نکرده، سال سومت است. بله، سال سوم. کامپیوتر ساینس میخوانین. خواست‌ها و آرزوهایتون تو معلوم میشه که وزیر معارف میخواین ان شاء الله. اصول از چت جی پی تی رو یاد کنید. چت جی پی تی رو یاد کنین. کل گیره با تکلیف کردن. محصولا وقتی که هوا گرم ترک میشه میره داخل از این فورای آب. خورده استفاده. چی تعداد محصل در اینجا درس میخوانن؟ دوردش است. دوردش. توسط دو دانش آموخته استنفورد. عکس استنفورد داخل اتاق به خانه داشتم. و ما اشخاص افراد زنمی دانشگاه کمپانی به نام گوگل ساختن. آرزو دارم که استاد دانشگاه شوم. از کلان پیسه ما بیغم شدیم. چقدر وقت اینجا درس خواندن؟ درست خواندن فقط و بعد. مسعود میرفت، ما نمانده میش. اونجا فقط شما یک ساندویچ بود و چیپس. زیادتر وقتا من میخریدم بر دوستا. فرار میکنم پشت غذای مادر. ثبت نام به کالج‌های آمریکایی به عنوان یک افغان. در المپیک اشتراک نکنی. جایی که اینجا هست از یک والدین نبوده که دوم نمرات مکتب است. که The Art of Innovation از تامیکلی هست. پیام من برای هر دختر افغانی است که تو میتونی. توفان میتم و باز میایم. بخیر چی وقت باز میایم. هر وقتی که آمدیم ما در خدمت. دیدار وطندار. سلام، به دیدار وطندار خوش آمدید. در این دیدار ما سفر 2 ساعته داریم به سوی دانشگاه معتبر و معروف استنفورد، دانشگاهی که رویای میلیون ها انسان است تا در این دانشگاه روز درس بخوانند. همچنان استنفورد دانشگاه است که در شهر رویایی سان فرانسیسکو واقع شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، به دیدار وطندار بسیار خوش آمدین. آرزو دارم صحتمند باشین. محفیظ محمدی هستم و امروز در یکی از مشهورترین و معتبرترین دانشگاه‌های جهان هستم، دانشگاه استنفورد که رویای بزرگ هست به هر متعلم مکتب که یک روز در این دانشگاه راه بیافته. 140 سال این قدامت داره دانشگاه و توسط یک زوج ساخته شده که به یادبود است پسر 15 سالهشان زمین زیاد را که داشتن در اختیار پانتون گذاشتن و حال یکی از معتبرترین پانتون‌های جهان است طوری که بر شما گفتم. و امروز خوشبختانه از میان 20,000 محصل که در دانشگاه استنفورد درس میخوانند تنها 10 تن از اینا افغان‌ها هستند که خوشبختانه در این برنامه 4 تنشان تانستیم که بیاین و صحبت کنیم و یک سیر داشته باشیم به این دانشگاه مشهور جهان و شما دوستا از ناگفته های از این دانشگاه بیشتر آگاه شوین. و اولین دوست را که ما میخوایم بیاین و معرفی کنیم برای شما عزیزا و در این سیر پانتون استنفورد همراه ما یک جا می باشه. مریم جان کریمی است که محصل تحلیل سیاست های آموزشی بین‌المللی هستند و ماستری قرار از آغاز کنند. سلام مریم جان. سلام. خوب هستین؟ حفیظ جان. بخیر هستین؟ خوب جانتان جور است؟ سلام خوب است؟ تشکر. زنده لطف باشید. کردین. این نام خدا استنفورد هم لباسش پوشیده اگرچه درس آغاز نکرده اما وقت آمادگیش گرفته. مریم جان صحتمند هستین ان شاء الله؟ تشکر. زنده باشید. جانتان شما جور خوب هستین؟ خوش آمدین به استنفورد. لطف کردین. مبارک باشه برای شما که راه یافتین به این دانشگاه رویایی یا اولین دانشگاه از لحاظ اعتبار. دیگه اولین روز دانش آمدین یا بار آمدین؟ بله، اولین روز منی چند بار شده آمدیم اما انشالله بخیر در سپتامبر آغاز میکنم. سپتامبر آغاز میکنین. چند سال قرار است که باشین باز؟ قرار است 1 سال به ماستری باشم، باز به پی اچ دی بخیر اپلای میکنم و عالی است. و مریم جان دیگه راه یافتن. فکر میکنم که شاید 1 یا 2 دختر دیگه باشه در همسنفیتان دیگه. عالی است دیگه. بخیر آن ماستری خود میخوانند و تمام اجزایی که بیننده هستن، دخترایی که بیننده هستن، چی تشویقشان میکنید، چی باید کنن که یک روز هم قسم لباس استنفورد رو بپوشن بیاین اینجا؟ بله، من خودم در این بخش
خواستم که تحصیل کنم به خاطر که من یک عشق و علاقه زیاد به افغانستان و خصوصا برای تعلیم و تربیت برای تمام اطفال افغانستان دارم. بعد از اتمام تحصیلم آرزو دارم که استاد دانشگاه شوم و همچنان چون که مکتب School of Education at Stanford یکی از بهترین مکتب‌ها در دنیا هست و من میخوایم که از این طریق بتونم که انشالله در آینده در سیستم تعلیم و تربیت و آموزش افغانستان یک نقش عمده داشته باشم. و از امی خواسته و آرزوهایتان تو معلوم میشه که وزیر معارف میخواین شد. هم یک چیز بخیر وزارت معارفه و تعلیم و تربیت خصوصا در بخش دختران افغانستان از بخیر خودم پیش میبرم. عالی است. پیام من برای هر دختر افغانی است که تو میتانی. دقیق است 100%. با مریم جان دوستای دیگه هم هستن که من کوتاه نامشان رو میگیرم معرفی میکنم که بیاین بپیوندن و باز همی سعید ما و داخل دانشگاه استنفورد آغاز شد که دوستا بسیار دانشگاه خود یک رقابت هم هست نه بین دانشگاه دیگه در آمریکا که یوسی برکلی است یا اون طرف دیویس است و ده ها دانشگاه مشهور دیگه بازار شاگردم رقابت داره. میگه پانتون ما خوبش است. از شما واقعا خوبش است یا نه؟ بگو باز ببینیم دیگه باز که چقدر برتری داره این دانشگاه. خوب است. خب دومین چهره که در این برنامه ما را همراه می باشند و هستند فیصل جان کریمی است که بخش ژورنالیسم در فلوشیپ گرفتن که ازشان دعوت میکنیم بیاین و سلام علیکم. سلام فیصل جان عزیز. خوب است؟ بخیر. جان تان جور است. خوب است؟ سلامت باشید. تشکر. دوستان اگه میبینند میشه که بسیار عزیزا از گذشته‌ان یولاد دوستا رفیقا میبینن شما را و این فیصل جان در استنفورد پیدا کردیم. تشکر رفیق جان. سلام و عرض ادب خدمت بیننده های عزیز کانال یوتیوب شما، همه مردم شریف افغانستان در هر نقطه جهان که هستند و خیلی خوشحال هستم که دارم گفتگو میکنم با شما و مهربان هستین. دو دوست دیگه ما با جمع میپیوندن که ازشان دعوت میکنیم بیاین. مرتضی جان احسانی هستن که محصل سال دوم رشته کامپیوتر ساینس استنفورد هستن. مرتضی جان بیاین بفرمایید. سلام حفیظ جان. خیلی خوش آمدید. بسیار خوشحال هستم از دیدار شما. بخیر باشید. سلامت خوب است. تشکر. مرتضی جان سال دوم از دیگه. بله تازه سال دوم شروع میشه. اکسه بعد بخیر. عالی است و داستان خودت متفاوت است. کوتاه بگویی که چگونه راه یافتی به استنفورد؟ بله خب من دوره لیسه را به ولایت هرات تمام کردم، لیسه سید محمد قنات، و در جریانی که مشغول آمادگی امتحانات سالانه صنف 12 مکتب بودم ثبت نام می‌کردم به دانشگاه آمریکایی که خوشبختانه به دانشگاه استنفورد و چند دانشگاه دیگه آمریکا قبول شدم و استنفورد انتخاب کردم به خاطر که استنفورد دانشگاه رویاهایم بوده. عالی است. و دوست بعدی ما مسعود جان حبیب است که محصل سال سوم رشته کامپیوتر ساینس در استنفورد هستند. مسعود جان حبیب سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ چطور هستین مسعود جان؟ بخیر. بفرمایید. زنده باشین. صحتتان خوب است؟ الحمدلله. لطف کنید دیگه من فکر می‌کنم در بین دوستا خردترین تان نمی مسعود است که سال سوم. بله اساساً. جان؟ نیم سال از شما که خورده است. اوکی. یعنی بازم خورده است. خانم‌ها خوش دارن که میگن ما خردترین باشیم. اما مسعود جان خود خردترینی کلگی برآمدی. بله. صحتتان خوب است؟ الحمدلله. سال سوم است. بله اساساً. کامپیوتر ساینس می‌خوانید؟ ان شاء الله. و این دانشگاه و کامپیوتر ساینس مشهور هم است. بله. رشته کامپیوتر ساینس اینجا بسیار معتبر است و چهره و اشخاص بسیار بزرگ تجارتی و مشهور آمریکا هم از اینجا فارغ شده. دیگه دمو راه روان است خودتان. بله ان شاء الله. کش. عالی است. بله. چی میگذره چطور میگذره زندگی محصلی در اینجا؟ بسیار خوب است زندگی محصلی. فعلا شاگرد سال سوم میشم. یعنی سال 12 ماه دیگه مصروف درس هستی؟ بله. باید اگر رخصتی هم میباشه باید مصروف میباشه. مطالعه و یاد داشته باشین. عالی است. امروز دیگه ما و شما دوستان میگردیم به استنفورد و ای که چی برتری داره و چی نقاط جالب داره که دوستا ببینن و خصوصا که شما در رقابت قرار گرفتین با افغانای عزیزی که در دیگه دانشگاه درس میخوانن. دیگه هر چی که میتونن درباره زیاد بگوین. اوکی. که دیگه رقابت هستین امروز. صحیح است؟ اشخاص افراد بسیار مشهوره که در اینجا درس خواندن و یکی از چیزهای جالبه که دوستا گفتن که بعض تجارت پیشه‌های بسیار بزرگ دنیا
یک سال که اینجا درس خواندن باز خود برآمدن اعلام کردن درس مرسه رفتن باز یک بزنس کلان جور کردن. این مثل یک فرهنگ وارد شده. میشه از یک طرف مریم جان یک دو نفرش معرفی کنه که کیها بوده که آمدن و درس اعلام کردن حال کلانترین میلیاردرهای دنیا هستن. من در مورد گوگل صحبت کنم در سپورت تمام دوستا در روز یک 10-20 بار 100% گوگل میرین یک سرچ میکنین و ما اشخاص افرادش زنمی دانشگاه فارغ شدن درس خواندن و کمپانی به نام گوگل ساختن. مرتضی جان یک شخص دیگر معرفی میکنه که از امی دانشگاه فارغ شده و شخص بسیار مشهور است. برجسته ترین و جدیدترین اونا میشه اوپن ای آی یا همون محصول از چت جی پی تی رو یاد کنیم. چت جی پی تی رو یاد کنیم. کل اگه با تکلیف کردن چت جی پی تی مثلا محصلین درست. البته باید بگم که چت جی پی تی به اینجا ساخته نشده. سازنده چت جی پی تی کوفاندر اوپن ای آی سام آلتمن یک سال به اینجا درس خونده. باز دیده که هم درس خواندن برای از او واقعا خیلی دست پای از او میگرفته. بیرون شد از دانشگاه دراپ اوت کرده و رفت برای اوپن ای آی. که کیره فیصل جان معرفی میکنه که اعظمی دانشگاه حالا یکی از میلیاردراست. نمونه از که در خانه با نام از او بسیار آشنا هستند با نام شرکت از او دوردش است. دوردش توسط دو دانش آموخته استنفورد که چینی آمریکایی بودند به نام تانی و استنلی. این سال 2013 تداوم گذاری کردن و از دانش آموخته استنفورد بودند. به معنی که بزنس مدل و کارآفرینی در استنفورد یاد گرفتن و در بیرون تاثیرگذار شدن و باعث شدن که برای میلیون‌ها نفر زمینه کار ایجاد کنن و یک از ثروتمندترین افراد دنیا باشه. یک از میلیاردرها باشه. دقیقاً. خلاصه و دوستایی که میبینن از اپلیکیشن دوردش شما استفاده کردین بدون شک روزمره استفاده میکنین و کسی که نظریه‌اش خلق کرده و ساخته بزنس یکی از محصلین استنفورد بوده و حال میلیاردر از دیگه و چینایی هم بوده. من فکر میکنم چینایی ها بیشتر در اینجا شاید در دانشگاه درس بخونن. بله بخش عمده از دانشجوهای خارجی که در استنفورد هستن از چین میاد. از چین است. حالا بریم به طرف شاگرد کامپیوتر ساینس که کی معرفی میکنه و خودش چی تصمیم داره که اینستاگرام واره بسازه، فیسبوک واره، یوتیوب واره. چی چیزا خودت در نظر داری؟ ما پولدارترین شخص جهان معرفی میکنم. درست. ایلان ماسک. بله. این هم که از یک از اشخاصی میشه که آمدن گفتن ادامه نکردین سری چقدر وقت اینجا درس خواندن؟ درست خواندن فقط و بس. برنامه ماستری کامل شدن درست خواندن گفتن نه فعلا سیلیکون ولی هستم. باز همراه با کوفاندرشون که اینجا ختم کرده بود. درس پیپل ساختن اول. درست. و بعدا میفهمیم که ما کمپانی‌های بزرگ دیگر داشتن که مثلا تسلا است و اسپیس ایکس است و کمپانی دیگه است. در دو روز قدر آیدیای کلان و پول کلان و چهره‌های بسیار زیاد است مشهور و یک لیست از او چهره‌ها است که نظریه داشتن، آیدیا داشتن و از این دانشگاه از دهلیزهای دانشگاه عبور کردن و بزرگترین میلیاردرهای جهان شدن. با یک نظر بسیار کوچک جهان تغییر دادن. تعدادشان زیاد است. آیستا آیستا سرش صحبت میکنیم. حال دیگه فقط همین 4 نفر گفتیم که تان معرفی کنیم. دوستان عزیز اینجا یک فواره آب است و دوستا گفتن که در استنفورد یک فرهنگ است که در پانتون یک چیز جالب می باشه که ما معمولا در دوستای دیگه هم که رفتیم و صحبت کردیم و اینجا را دربارش کوتاه مرتضی جان بگن که چی گپ از زنین پسر و میگن که از این فواره آب در هر قسمت از این پانتون است. بله و خب استنفورد بسته به همون منطقه‌ای که داخل از او قرار داره کالیفرنیا همیشه خورشید داره همیشه گرمه زمستان گرمه ما داریم. درست. بنی مشهوره که محصلا وقتی که هوا گرم ترک میشه میره داخل از این فواره آب آبتنی میکنه آبوزی میکنه. خنک که شد باز میره سر کارو در گرمی ها اینجا خیلی بسیار امروز یک ذره هوا چی است؟ خنک‌تر است. دیگه مسعود میرفت ما نماندیمش. گفتیم که باش که حالا تر نشه و بیاد داخل برنامه. مگر اینمی یکی از فرهنگ‌های بسیار جالب است که دوستا محصلین میاین فقط در گرمی بازی میکنن و این بسیار در استنفورد عام است. یعنی دیگه کسی از این نیست که در کجا بازی کنی. فقط یک چاره‌ای را گیر کردی اونجا در گرد از یام یک قسمت حوض گونه هست. دیگه ما شما میریم در اینجا که گفتن بسته سان فرانسیسکو از اینجا معلوم میشه
از این اگر ساختمان مه‌آلود و ابری نباشه طرفای سان فرانسیسکو حتما از اینجا معلوم میشه و بسیاری دوستان میایین از اینجا سیل میکنن طرفانه. یک نمای بسیار زیبا داره. یک نمای بسیار زیبا از سیلیکون ولی مشهور آمریکا. خب دوستان عزیز، ما داخل یکی از اتاق‌های بسیار بزرگ مطالعه هستیم و اینجا در کتابخانه‌ای که در استنفورد است به نام گرین لایبرری یا کتابخانه سبز نامش ماندم. 20 کتابخانه داره. بیشتر از 9 میلیون کتاب در اینجا است. 9 میلیون. دیگه جای بسیار مقبول هم داره، فقط سالن خانه واره که بیاین بشین درس بخونین. نه بسیار مقبول، یک جای آرام، فضای آرام. کدام کتاب خودت علاقه داری؟ ما فیوریت کتاب ما که خواندم کتاب by Alex Haley Autobiography of Malcolm X and Malcolm X بسیار یک شخص مشهور تاریخ امریکا بود که خودش مسلمان میشه بعد از چند وقت. عالی است. مریم جان، شما کدام کتاب پیشنهاد میکنید به دوستان؟ از خالد حسینی درست. کتاب A Thousand Splendid Suns. خب این کتاب پیشنهاد میکنین. مرتضی جان صحبت میکنه که تقریبا شب و صبح میکنه به کتابخانه. اینا رو بگو از او تجاربت. ما که ساعت 9 بجه شب از کار و بار و درس و مسائل صنفا خلاص میشم، میایم اینجا تا ساعت 12 که ما رو بیرون میکنن. باز که بیرون کردن طبق اول یک جای 24 ساعته برای مطالعه داره تا ساعت 1 الی 2 شاید. خب اونجا با اونجا باشیم برای درس خوندن. اگر کتاب مثلا 300 صفحه 400 صفحه باشه، هفته 80 صفحه از رو بخونم. که در یک ماه میخونین دیگه. 100% بله، با یک ماه کتاب خوانده میشه. یک کتاب اگه شما بگین که دوستا بخونن کدوم کتاب؟ که The Art of Innovation از تامیک لی هست که نویسنده از او هست و او در مورد شیوه‌های نوین تفکر طراحی و تفکر انسان محور صحبت میکنه که چگونه ما بتونیم یک انسان را طراحی بکنیم، نه یک محصول فیزیکی را مثلا یک دوستا اگه کتاب بگین که چی تعداد محصل در اینجا درس میخونن در استنفورد و چی تعدادش افغان است و از کدام کشورها بیشتر در اینجا هستن؟ در حدود 20,000 ما محصل بخش ماستری و دکترا داریم. استنفورد به بخش تحقیق و مسائل خیلی معتبر است. باز این خاطر استودنت بادی یا جمعیت محصلای بخش ماستری و دکترا نسبت به لیسانس زیادتره. در بخش لیسانس ما 6,000 تقریبا 6,000 7,000 محصل فی الحال داریم. از این جمع تقریبا حدود 10 نفر اونا افغان هستن که 4 نفر اونا فعلا. خب در مجموع در بین 20,000 نفر 10 نفر تقریبا 10 افغان. البته افغانایی هستن که با بخش‌های استنفورد کار میکنن و شفاخانه استنفورد کار میکنن و کتابخانه حتی کار میکنن، منتها استودنت یا محصل نیستن. درست. استادم هست کدام کسی که افغان باشه؟ فکر میکنم که حتی خودش ما یک ویدیو داشتیم همراه یک پروفسور افغان. دقیق. اونا هستن. درست. پروفسور ایرانی هم هست. درست. که در بخشی که من علاقه دارم تدریس میکنم. وطندار. شرکت سماع الحیات در دبی و ترکیه تحت مدیریت صابر رحیمی و احمد امیری با بیش از 14 سال تجربه در خرید و فروش املاک. شروع قیمت زمین با اقساط آسان فقط از $30,000 آمریکایی. شروع قیمت خانه از $130,000. تنها 5 الی 10% پیش پرداخت. پرداخت اقساط ماهانه فقط 0.5% و اقساط درازمدت الی 10 سال. پرداخت اقساط از کرایه خود املاک بعد از سال سوم. پس این فرصت طلایی را از دست ندهید. برای مشاوره و طور رایگان دبی همین امروز با ما در تماس شوید. 0097 150 68 58 220. شرکت املاک سماع الحیات، همراه مطمئن شما. مارکت ریس، مسابقه مارکت بزودی. خب دوست عزیز، در قسمت کافتریایی که برای چی از تقریبا شاگردای کامپیوتر ساینس است، در اینجا ما آمدیم شیشتیم و از شما مریم جان معمولا که در همسنفیاتان خاطرات از کافتریا یاد داشتین یا نداشتین؟ تو
شکلی بود که شما زیاد برای کلگی چیز می‌خریدین یا هر کس تنها می‌خرید بخواد یا میمانی که دیگه میشدن چی رقم می‌بود معمولا؟ من زیاد خاطرات خوش دارم از کافتریا و زیادتر وقتا من می‌خریدم بر دوستا به خاطر که من در بین همسفیا اتر دل کلانم دارم اما من اسکالرشپ داشتم دیگه در بوکارتم پیسه زیاد می بود باز خودم دیگه هر چقدر که میخوردم هنوز میماند باز که به دوستا میخریدم بله و یک فضا که بسیار صمیمانه ایجاد میشه بین همسفیا خصوصا چند نفر بیان باز قصه کنن و بشینن جالب است و بعضی کسا درس هم میخوانند اینجا دیگه یکان کسایی که علاقه دارن که بخورن و بخوانن. بله. پرتغال جان خودت گفتی که مکتب در افغانستان خلاص شد. بله. چی میگن درباره افغانستان چی میگن وقتی که میگن که از افغانستان هستیم در اینجا نظرشون چی است؟ اولین باری که اونا متوجه میشن که من از افغانستان هستم اولین سوالی که میپرسه این است که شرایط چه قسمی است؟ شرایط حال چی رقم هست؟ و وقتی که من توضیح میدم نگفتی که شرایط تقریبا یک 50 سال میشه که نمیتونه. والله متاسفانه کلی از این شرایط داستان جالبی نداریم که ارائه بدیم به این مردم منتها امیدوار هستم که ان شاء الله با آینده مزید خبرهای خوش از افغانستان بیاید با ما اینجا نمایندگی کنیم از اون دقیق است دیگه بسیار زیبایی‌های ما داریم که این شرایط خرابش کرده متاسفانه. خیلی جالبه وقتی که ما سر صحبت در مورد افغانستان باز میکنیم با دوستای آمریکایی یا دوستای اروپایی دوستای آسیای میانه و شرق گپا در اول اونا خیلی یک نگرش منفی داره نسبت به افغانستان ولی وقتی ما از زیبایی‌های افغانستان میگیم بعد از یک هفته دو هفته مکالمه اونا میگن ما چرا افغانستان برم میگم ویزا از کجا بگیرم امنیت دارم افغانستان برم یعنی وقتی میگم ولی امنیت داره اونا میگن حتما به جزء برنامه ما هست افغانستان بریم افغانستان فیصل جان شما دیگه دانشگاه ایراد هم درس خواندین یکی از بزرگترین دانشگاهایی که در افغانستان بود دانشگاه ایراد بود بسیار زیبا بود از معسلی از ایتک فضا چی خاطرات در ذهنتان مانده از همسنفیایی که بسیار شوخ می بودن و ما فکر میکنیم ایراد ایتک فضا داشت بله ما کافتریای دانشی داشتیم اونجا غذا بود اما خب غذای کافتریا ارزان بود اما لحاظ صحی بسیار غذای مناسب نبود خیلی از دانشجوها استفاده می‌کردن ما استادام که سفارش میدادیم حتما بعد از کافتریا حتما مریض میشدیم بله چی نبود اما اینجا خوشبختانه تنوع بسیار زیاد اونجا فقط شما یک ساندویچ بود و چیپس در افغانستان میگیرید یا مکارونی مثلا اینجا که شما میین با غذاهای مختلف از فرهنگ‌های مختلف از کشورهای مختلف و رستوران‌های بسیار مشهور در اینجا میباشد. مسعود جان خودت در اینجا زندگی میکنی یا خانه نزدیک است؟ خانواده من اینجا همراه با ما در منطقه زنوزی زندگی میکنم. باز وقتی که فصل درسی میشه باز ما داخل کمپس نان اوتان در اینجا هست؟ نان هم اینجا است. باز چی رقم میکنین وقت نان خوردن یا ایتان خودتان آماده میکنین از خانه میارین در اینجا آماده میکنین؟ ما ویک دیز شنبه یک شنبه تا جمعه پانتون نان میخورم و ویکند میشه فرار میکنم پشت غذای مادر. دوستا ما در بلندترین نقطه ممکنه که در این دانشگاه استنفورد است آمدیم و در اینجا شما باید تکت بگیرین. دوستا کارتای خود داشتن از کلان پیسه ما بیغم شدیم بالا آمدیم در لفت و در اینجا شما میتونین که مکمل کمپس خود چی رو ببینین استنفورد و همچنان بسته همین سیلیکون ولی و سان فرانسیسکو را قسمت‌های زیادش ببینین و بسیار جالب است. اینجا آمده بودین یا اولین بار است که در برنامه آمدین؟ قبلا آمده. درست. دوستا بسیاری عزیزا هم تو شوقی میایند اینجا میبینن از اینجا. بله نه تنها دانشجوها بلکه خانواده‌ها و مردم در کمیونیتی هستن توریست‌ها حتی میان تمام بیریا و سیلیکون ولی از بالا میبینن. بله اگر به اون طرف بریم ما ساختمان گوگل و انویدیا و ناسا از این طرف میتونیم ببینیمش. بله عالی است. مریم جان شما هم اول دفعه آمدین به اینجا نه؟ زیاد شاید بین از کارت که بگیرین. دیگه دوستا هستن همشان میاین و چند لحظه اینجا میباشن بسیار یک هوا و فضای متفاوت است. خب دوستان عزیز پیش دانشکده حقوق هستیم دیگه
کسایی که سیاست دوست دارن اینجا جایشان است که درس میخوانن و بعضی از خاطرات جالب مکتب قصه کنیم و در ضمنش گفتن که استنفورد امسال اولین پانتون دنیا است شده. بله در رشته حقوق امسال تاپ ترین یا بهترین دانشکده حقوق جهان شناخته شده، اما لحاظ به طور کل بر اساس رنکینگ های متفاوت که وجود داره استنفورد یا دوم است یا سوم است یا اول است. هر سال متغیر است اما جز 3 بهترین دانشگاه جهان استنفورد هست. من در افغانستان که در مکتب بودم زیاد شوخ بودم. درست. به نام شوخ حسن مشهور بودم. اما اینجا باز بسیار شاگرد خوب شدم و کل معلومات زیاد مرا دوست داشت. و باز دانشگاه کاملا یک دیگه هم یک ذره آدم آرامتر میشه و دانشگاه آدم با جرأت میشه به جای خوبش. دقیق است. شوخی به جای نمی باشه، جرأت به جا می داشته باشه و دوستای بهتر پیدا میکنه. دقیق است. حال دیگه شما که ماستریتون به خیر آغاز میکنین بیخی دیگه آرامتر میشه. سوی ما بالا شد. آرامتر میشین و دیگه هم متوجه میباشین که شوخی کلش کم باشه و درس بیشتر باشه. هر چقدر سطح دانش یک انسان بالاتر میره اما قدر انسان خاکی‌تر و خاکی‌تر میشه. دقیق است، راست میگن، خاکسار میشه. برترین دانشگاه آمریکا، نه فقط آمریکا بلکه جهان در قسمت ورزش‌های المپیک سال گذشته مخصوصا استنفورد 36 مدال از المپیک برنده شد. محصولای استنفورد شخصا میشه که اگه کشور می بود استنفورد کشور می بود در المپیک پارسال مقام دهم در جهان میگیره. خودت در سپورت یا میگه هستی یا نه؟ بله. در کدام سپورت؟ شنبه بیشتر میم کشتی. من کشتی را بسیار علاقه دارم. باز یک رشته خلاف خودت انتخاب نکردی یا یک رشته دیگر انتخاب؟ دوستا بودن میرفتن باز من گفت بیا باز ما احتیاط کن مقصد در کشتی. احتیاط میکنم اوکی. یکم یک ذره باید وزن بگیری و در المپیک اشتراک نکنی در کشتی. و یه شوخی میکنیم انشالله که زحمت بکشی امور خوش داری دیگه، علاقه داری و خوب است که این فضا وجود داره و امی دانشکدهایی که در خود استنفورد گفتن که حقوق در جهان اول شد گفتن. در جهان اول شد. دیگه کدام رشته ها هست که گپ اول میزنن؟ سایکولوژی استنفورد اول از جهان، روانشناسی، بله، نیوروساینسش اول از و دیگه ام بی استنفورد، ام بی بزنس، بالا درست. دیگه خود کامپیوتر ساینسش که ما دیده میتونیم چرا یکی از زیباترین مجموعه‌های دانشگاه جهان است. عالی است، عالی است. مارکت ریس، مسابقه مارکت به زودی. از یک زمین و جایی که در اینجا هست از یک والدین بوده که پسر 15 سالی خود را از دست داده بودن و بعد از او به فکر از این افتیدن که اینا باید یک دانشگاه را بسازن زمینایی که مربوطشان میشه و این به نام پسر خود ساختن و این ببینین که 140 سال قبل دانشگاه ساخته شد و او دو شخص یا والدین از امو پسر فعلا جایی را به میراث گذاشتن که در جهان شهره است و تقریبا از 90 کشور جهان در اینجا محصلین درس میخوانند و از 50 ایالت آمریکا محصلین به استنفورد میان و در کنارش راه یافتن به اینجا یک رویای بزرگ هست برای هر کس که کوشش میکنه که برسه به رویای خود و اینجا امو نمای اساسی و اصلی هست که بسیاری کسان میان اگه شما متوجه شدن عکس میگیرن و کسانی که راه میافن یک رویای بسیار بزرگ طور گفتم به حقیقت مبادل میشه و تمام دوستا و اعضا و افغانایی که بیننده هستن زحمت میتونه که یک روز پای شما را به این دانشگاه بزرگ جهان راه شما را باز کنه و اینجا بیاید. دیگه بیایم که تجارب دوستا را کوتاه پرسان کنیم، کسایی که علاقه‌مند هستن که به این معتبرترین دانشگاه جهان راه بیافن. مرتضی جان شما بگین که چی باعث شد که شما اینجا انتخاب کنین و چقدر
در مکتب زحمت کشیدین که بالاخره یک روز تانستین که اینجا بیاین؟ بسیار عالی. خب من از روز اول دوره لیسه مکتب علاقه داشتم به ریاضی و کامپیوتر ساینس و این مسائل. خیلی از شخصیتایی که به استنفورد تدریس میکردن اون زمان به گفته مردم که رول مدل یا چی میگن الگوی شخصیتی و قهرمان زندگی میگن مردم چی میگن. من عکس اونا رو عکس استنفورد داخل اتاق به خانه داشتم و آرزوی ما بود که به استنفورد اپلای کنم و قبول شدم. محکم پشت گرفتم. بله. و ثبت نام به کالج‌های آمریکایی به عنوان یک افغان فقط نمره تافلش شامل نمیشه، نمره 100 مکتب شامل نمیشه، ایسی داره، رزومه داره، خیلی گپ و گفت‌های دیگه داره که این دانشگاه‌ها به اونها ارزش قائل میشه. فقط نمره شمار متمایز نمیکنه وقتی ثبت نام کردن به دانشگاه. و یکی چیزی که خیلی استنفورد به او اهمیت میداد و اهمیت میده به دوره پروسه ثبت نام کالج این است که درباره امو هدف زندگی که داری چه کاری رو تو فعلا داخل لیسه تو انجام داری. و من چیزی که خیلی علاقه داشتم طوری که گفتم کامپیوتر ساینس بود و در جریان لیسه من مشغول ساخت و ساز اپلیکیشن های موبایل بودم و اونا رو منتشر میکردم و در مورد اونا مقاله نوشتم و خوشبختانه قبول شدم. یعنی کل ابعادش من نظر میگیره غیر از نمره مکتب. غیر از نمره مکتب هیچ کس متمایز نمیکنه، چرا که همگی نمره 100 مکتب گرفته میتونه. اما این مهمه که تو در کنار نمره مکتب چه چالش هایی را تو روبرو شدی و چه رقم راههای حل روش داشتی. راه حل داشتی برای اون چالش ها. خب مریم جان، من فکر میکنم در این دانشگاه حدود 15 نفر از افغان‌ها شاید کم و بیش باشد، تعداد زیاد نیست. بله. یعنی شما دیگه نفر 15ام هستین که آمدین امسال. تعداد بسیار کم از محدود است و برای دخترهایی که میبینن خصوصا چون نامخدا تعداد که فامیلای افغان‌ها است بزرگتر از دخترها بچه‌ها هستن. شما مشخصاً برای دخترها چی میگین از تجربه‌ای که کردین و از اینکه در مکتب چقدر متوجه بودین به همه چیز که بالاخره هدفتان راه یافتن به یک دانشگاه معتبر؟ تشکر بسیار زیاد حفیظ جان. و من زیاد خوش شدم که از تجربه مرتضی جان شنیدم. بخاطر من بسیار افتخار میکنم به مرتضی جان که از افغانستان تونستن درخواست بدن و در دانشگاه قبول شوند و من افتخار میکنم که پالوی اینا نشستیم. و بله به دخترها پیامی که من دارم در مورد از اینکه اگر میخواین در دانشگاه عالی مثل استنفورد بیاین، همین که چیزایی که مرتضی جان گفت در مکتب اولین چیز که مهم است تربیت و اخلاق است که امیره میخوام که تمام دوستا حتما متوجه می باشن. دوم نمرات مکتب است و همون که مرتضی جان گفت هر کس میتونه نمرات بالا بگیره، اما چیزایی باشه که شما باید کنید که شما را در بین دیگران منحصر به فرد بسازه. و این در مورد هدفهایی است که شما در آینده دارین، در موردش بعد از مکتب شما چی کارا میکنین. و من خودم مال شاگرد ماستری هستم و به او خاطر در وقتی که لیسانس خودم تحصیل میکردم متوجه نمرات خود بودم، متوجه ازی بودم که در پلوی ازی که درس من میخوانم چی از دست من برای مردم دنیا میآید، چی خدمت کردم میتونم و امی خدمت برای دیگران راههای بهتر برای آدم باز میکنه. درست. فیصل جان، از شما یک قصه متفاوت است آمدن به استنفورد. بله، من خب لیسانس و ماستری خود قبلا گرفته بودم. در دانشگاه هرات ژورنالیسم خواندم. 20 سال به عنوان خبرنگار استاد دانشگاه در هرات کار کردم. برنامه ما برنامه فلوشیپ بود، یعنی دانشجویی نبود که ما دانشجو باشیم. فلوشیپ مجموعه از آموزش، تجربه و ایجاد یک ایده، یک خلاقیت در حوزه روزنامه‌نگاری بود. و فلوشیپ روزنامه‌نگاری جان اسناید معتبرترین فلوشیپ روزنامه‌نگاری دنیا هست، با خدمت 60 سال هست. نوروز میدیا را ایجاد کردیم به عنوان رسانه جامعه مهاجرین افغانستان در آمریکا و این محصول دیزاین مشارکتی و کار لابراتواری استنفورد بود که 6 ماه در استنفورد کار کرده و در نهایت منجر شد به یک کار خروجی یا آوتپوتی که در نهایت حالا میتونیم از این برای تغییر، برای
توانمندسازی جامعه مهاجرین در افغانستان در آمریکا استفاده عالی می‌کنیم. است، عالی است. بسیار دختر ترکی مکتب رفته بودی چطور؟ ما یک کمی خرد بالا میشم سندن، اما خودم 22 ساله هستم، 22 نیم. خورد هستی بالا. در رقم کن واجه. در اینجا که هستم مکتب خلاص میشن، امی فرهنگ امینا نیست که مستقیم در دانشگاه میرن. دانشگاه میره. دیگه خیلی مکتب بسیار لایق بوده دیگه که راه یافتید اینجا. بله، مکتب ما در افغانستان خوندیم. ما مکتب لیسانی خود صافی از شهر مزار شریف. درست. و بعد از او ما آلبانیا رفتیم، باز همونجا تصمیم اپلای گرفتیم، باز فقط تنها در دانشگاه استنفورد اپلای کردیم. درست. که کامیاب شدیم. قبول کردن. خب وفیق جان، از طرف تیم افغانای مقیم استنفورد ما یک تحفه که بسیار ناقابل آماده کردیم برای شما و تیم شما. در سالهای گذشته شما بسیار زیاد برای وطندارای ما در افغانستان زحمت کشیدین، چه در آمریکا بودین، چه در اروپا بودین، چه در افغانستان بودین، شما بسیار زیاد زحمت کشیدین. امیدوار هستم که بسیار وقت خوب و خوش داشته باشین. زنده باشین. اینا دوستا توفام میتم و باز میایم. بخیر چی وقت باز میایم؟ هر وقتی که اومدیم ما در خدمت. اینا باش که توفه رو نشانم بدین بر دوستان که باز نگن داخل از چی بود کار مردم کم نگیرن. نه چیزای خوبه. این دیگه بر رسم خود امی دانشگاه. بله، با دانشگاه مخصوصا اینا لوگوی استنفورد داره. به هر دانشگاه شما برین اونا مرچ میگن، لباسای مشخصی دارن که محصلا میپوشن و مریم جان و خریده بودن. مردم با عنوان سوغاتی استفاده میکنن، سوغات میبرن به دوستا و همکارام. هم دیگه گفتیم باشه به شما. عالی است، عالی است. یادگار باشه. زنده باشین. بپوشین بخیر. در هر جایی که باشین شما رو بسیار تحویل میگیرن. شما دانشگاه مفتی استنفورد هستید و ما خودم میایم یک چند وقت بعد. پوشیدم میایم یک چند وقت بعد. دیگه بسیار تشکر. امروز بسیار خوش گذشت. تشکر. دیگه دوستایی که هستن در دانشگاه دیگه شما میاد بگیرین داخل تحفه بدین. 100%. شوخی میکنم. و بسیار تشکر از تحفه. لطف کردین دیگه انشالله که همیشه خوش بدرخشین و یک سیر علمی و کاری و موفقیت زندگی را داشته باشین به خیر آینده. انشالله با امید آبادی و آزادی افغانستان و دیدار دوباره شما دوستا باید زنده باشین. و همه دوستایی که علاقمند هستن که راه بیافن یک روز بیایم و شما را ببینیم و هموطنای ما که نه اومدن زحمت بکشین، کوشش کنین. از مکتب آغاز میشه، از مکتب کوشش کنین، همه چیز متوجه باشین و از این فرصت ها استفاده کنین که بخیر در کنار دوستا باشین و تعداد محصلین افغان به 1000 و به 2000 برسه ان شاء الله در سالهای آینده در استنفورد و دانشگاه مختلفی که در آمریکا در سراسر آمریکا هست. یک جان تشکر از همتان. از زنده باشین. مهربان هستین. خوشی و لبخند با HM Production.